چنانچه شما میدانید ماده دارای سه حالت فیزیکی جامد، مایع و گاز می باشه. برای از اینکه ما و شما بتانیم این سه حالت فیزیکی ماده را بهتر، خوبتر، واضح‌تر تشریح کنیم، بهترین راهش است که نمونه های از این سه حالت عملا بر دانش آموزا نشان بدیم. مثلا من اینجا سه حالت فیزیکی آب در نظر گرفتم. آب به حالت جامد، آب به حالت مایع و اینجا بالای منبع حرارت آب که در حال جوش خوردن است یک مقدار بخارات تولید میکنه یا آب به شکل گاز تولید میکنه. به خاطر از اینکه شما بتانین بخارات آب واضح‌تر و خوبتر ببینین، من در بین یک ظرف فلزی یک مقدار توتهای یخ قرار دادم که بالای بخاراتی که اینجا تولید میشه قرار میتونم، چون یخ ظرف سرد ساخته ما میتونیم بخارات که از این تولید میشه بسیار واضح و خوب مشاهده کنیم یا ببینیم. شما میبینید که زمانی که آب جوش میخوره در این وضعیت تبدیل میشه به حالت گاز یا به حالت بخار. البته نکته ای که باید در نظر داشته باشیم، حالت بخار یک حالت بین البینی بین مایع و جامد است، ولی میتونه این مثال ما و شما یک نمونه خوبه برای توضیح حالت گاز برای ماده باشه.